سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو. من متیلیان هستم و امروز قراره تو این ویدیو یه گیم پلی خفن از بتل رویال داشته باشیم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان، بریم سراغ ویدیو. رفتیم که فارم کردیم خیلی سریع، رفتیم که لوتامونو بکنیم. سر اینجا رفتیم یه ایکس پی آر، دو ایکس پی آر میدونم چقدر ایکس پی آر زیاد شده روی زمین و آره دیگه یه ایکس پی آر خیلی روی زمین زیاد شده. همینجا ببینیم که انمی دنبال انمی میگردیم، ببینیم انمی هست یا نه. آره دیگه دنبال انمی هستیم، ببینیم انمی پیدا میکنیم یا که خیلی. اینجا یه انمی دیدم که برم اونور، از اونور برم از اونور بزنمش. آره رفتیم بالا. اینجا انمی پشت این دیواره انمی هست، تیر میزنیم والبنگ نمیخوره، عجیبه. اینجا ریلود کردیم با ایکس پی آر، 2 تا ایکس پی آر هستن، واقعا عجیبه. اینجا خیلی دمجم داد، خیلی که نه یکم دمجم داد، دیدمش نمیخوره تیرام بهش. میبینید که والبنگ نمیخوره این دیوار، قبلا میخوره الان نمیخوره، نمیدونم چرا. بعدم صدا پا داشتم، انمی بود. دوستان اینجا نکنید، با ایکس پی آر خیلی خفن زدمش بنازم. آره دیگه با ایکس پی خیلی این انمی بود، نه اینکه باد باشه، انمی بود. ولی حداقل اینجا یه گان داشت. من HS 21-26 رو گرفتم و آره دیگه دوستان ببخشید که این چند روز ویدیو نداشتم دیگه، نشد و وقت نداشتم زیاد، بخوام این نتونستم ویدیو بذارم. دوست یارم اینجا ببینیم یه آرمور داد، یه آرمورابی داد، زدم خیلی راحت به آرمورابی داد، زدم. اینجا زدم که برم اونور. اینجا یه انمی بود، من نمیدونم چه این گان چرا اینقدر بدقلقه. نکنه هر چی میزنیم نمیخوره، نکنه اینا نمیخوره اصلا عجیبه. ولی خیلی نوب بودین، خیلی راحت با این گانه دیگه واقعا زدمش، خیلی راحت زدم. این گانه خیلی گانه نوب بازی هستش که خیلی راحت زدمش، خیلی راحت. آره دیگه بریم جلو سر. اینجا آرمورمون رو زدیم و دوستان حالا اینجا نکنید، اینجا یه شات زدم نخورد، تق هد شد به نظر. خیلی راحت اونجا زدیمش. رفتیم سراغ مچ بعدی، اینجا لنگ کردیم دورم فارمن. خیلی میان فارم، یعنی کلا ایرانی ها میان فارم دیگه معمولا واقعا. آره اینجا رفتیم با CBR4 اینو زدیم و لوتش کردیم خیلی راحت. اینجا یه آرمور 200 داشت که زدیم و خیلی راحت زدیم و رفتیم اینور. اینجا خیلی مثلا عجیب غریب بود. اینجا زدم، رفتم اونور، رفتم اینور یعنی، و اینجا خیلی راحت با CBR4 و یا عنوان RUS زدم. کلا SMG این چند وقته خیلی خفن شده و خیلی راحت فایت 1 و SMG رو به احتمال 90% میتونم بزنم، چون SMG واقعا خیلی قوی شده. SMG خوب میزنم خدایی. و سیلوت کردیم، جلوتامونو کردیم، یا آرمور گرفتیم، آرمور هم که 2 دونه داشتیم، رفتیم که بزنیم خیلی راحت. و دوستان الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم 20 شدیم، واقعا خیلی خوشحالم که 20 شدیم بنظرم. آره اینجا یارمو زدن، رفتم اینور خیلی راحت ایشونو با این گانه اسمش یادم رفت زدم، خیلی راحت زدیمش و لوتش کردیم و بنازم دیگه. آره رفتیم اینجا صدیرده خواستیم بزنیمش، نشد. اینجام که ببینید چه اتفاقی افتاد، واقعا گریه داره. میدونی چی میگم،
اتفاق خیلی بدی افتاد که ببینیم با هم دیگه. اینجا خواستم با ماشین در برم و ببینید خودتون دیگه مردم. بله خیلی راحت مردیم و رفتیم اینجا یه هدش زدم خورد به بدنش. اینجا هم رفتیم ناک انقدر لگ بودم فکر کردم نمرد. رفتم جلو ببینم زنده است یا نه. داشتم به لوت باکسش تیر میزدم فکر کردم زنده است. در این حد عجیبه واقعا. چی بگم؟ آره دیگه زدیمشو. اینجا رفتیم سر لوت باکسش که لوتش بکنیم. رفتیم سراغ بچه بعدی. اینجا رفتیم که دوباره همون فارم رفتیم اینجا لنگ کردیم یه لوتی بزنیم. لوت گرفتیم یه HVKC فکر کنم اگه اشتباه نکنم اسم گانه گرفتیم و اینجا یه بیوای اصلا خداست. بیوای خداست. اینجا رفتیم آرمور رو زدیم. من نمیدونم چرا آرمور رو بی زدم با یه آرمورسی هم زدم ولی آبی زدم متاسفانه. رفتیم جلو سر با بیوای اصلا خیلی گاده. بیوای اصلا خیلی خفنه. اینجا که انمیه یا باتر رو نمیدونم بابا دارم هنگ کردم. انمی بود دوستان خیلی خوب انمی بود. رفتیم جلوتر یکم یک کم دمیجمون کرد که بازم خیلی راحت زد میشه. یه اسکواد نوب بود دوستان و خیلی راحت اینجا میزنیم. اینا خیلی راحت میزنیم اینجا و خیلی راحت زد میشه. این برم که اینم AFK کرده و انگار هم نگاش کردم تکون میخوره دیدم که نه و خیلی قشنگ بیستدم و آره دیگه خیلی راحت مرد. خیلی راحت زدیمشو نرفت ولی خب دیگه رفتیم سراغ این تیکه دوستان. رفتیم سراغ مچ بعد. اینجا دوباره یه CBR فور این سیزن واقعا گاده دوستان. اگه اگه این سیزن میدونم که همتون هم پینگتون بده. پینگتون که 100% بده دیگه. بیشتری ها پینگشون بد هستش. اگه پینگتون بده میخواید یه ویدیو بسازم براتون. اگر میخواید تو کامنت ها بنویسید که چجوری این پینگ خوب کنیم یا حداقل بهتر بکنیم. خیلی خوب نشه ولی خب بهتر بشه دیگه. آره دیگه اگه خواستید براتون درست کنم ویدیو رو حتما تو کامنت ها بگید و لایک این ویدیو رو هم بزنید و اگه دوست داشتید هم سابسکرایب بکنید دیگه. اگه دوست داشتید سابسکرایب بکنید که دیگه یه انرژی خفنی هم به من بدید. دوستان رفتیم سراغ این دیگه رفتیم جلو سر صدا پا داشتیم سمت چپ. یه صدا پا داشتیم اینقدر این کلاس سگ بدم میاد من. چه کلاسیه واقعا آدم نمیدونم چی بگم. عجیبه کلاس عجیبه خیلی تو مخه. آره دیگه اینجا رفتیم ایشون رو زدیم رفتیم سراغ مچ بعد دوستان. رفتیم اینجا لوت کردیم یه مکتینی که یارمون رو زدیم. یه مکتینی ولی گرفتیم اینجا با مکتین داداش اینجا خیلی راحت زدیمش داداش خیلی با زدیمش و رفتیم سراغ بعدی. آره دیگه دوستان اینجا من گوشیم نمیدونم اوایل سیزن لگ میخورم الان دیگه کمتر لگ میخورم ولی خب دیگه چی بگیم آره. رفتیم جلوتر اینجا یه آرمور پیدا کردیم آرمور رو زدیم اینجا دیوار گیر کردیم. اینجا هم که رفتیم بالا لوت کنیم لوت کردیم. اینجا رفتیم تیر گرفتیم همه چی گرفتیم دیگه. رفتیم پایین به دنبال انمی بودیم. رفتیم جلوتر یه انمی اومد جلوم و اینجا یه اسلاید زدم به بکش دوستان. این خیلی مهمه وقتی که توی دوئلای SMG مثلا به SMG. و دوستان به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگر بدرود.